مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن. آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله تعالی و آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاتو، این دو بزرگوار نظرشون اینه که دختر بچه باید به سن استمتاع رسیده باشه شما بتونی عقدش بکنی، یعنی شیرخوار نباشه، سنی باشه که بتونن باهاش عروسی کرد این کار رو انجام بدی 1 ساعت. اگر نه صیغه عقدت باید زمانی باشه که به استمتاع این بچه برخورد بکنه، یعنی مثلا اگر شیرخواره 10 ساله براش بخونی که بلوغش مقداری بگذره از این بچه. بعد میفرماید که اگر دختر بچه بود خواستی این کار انجام بدی، میفرماید که باید حتما مدت بقیه عقد رو اون وقت میبخشی. شما وقتی که 10 ساله عقدش کردی، نه 1 ساعته، جوری عقد کنی 10 ساله 9 ساله 8 ساله که از زمان بلوغ این دختر بچه بگذره. وقتی این کارو کردی میفهمد که عقد که تموم شد، این محرم شدن، شما میگه آقا من مثلا نزدیک به 10 سال عقد خوندم، مثلا عقد موقت کردم، همین الان این 10 سال رو بخشیدم. وقتی که شما مدت عقد رو ببخشی، این محرمیت سر جای خودش باقیه، یعنی اون خانم اون فرمولی که گفتیم طی میکنه اون دختر بچه. دیدم این که این بقیه مدت شما بخشیدی، که این فتوای احتیاطی این دو بزرگوار هم اینجا درست عذاب در بیاد، جور عذاب در بیاد، در واقع مشکل ایجاد نکنه. خلقتت لطف خدا آرزوی مصطفی، ای گل طاها، ای گل طاها، ای گل طاها. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان الله کان علیما حکیما. آیه‌ای که تلاوت کردیم آیه 23 سوره مبارکه نساء هست که عرض کردیم آیه‌ای است که دلالت دارد بر عقد نوع دوم که عقد موقت هست در قرآن کریم. و سپس از این آیه نتایجی رو اخذ کردیم و گرفتیم و توضیحاتی رو دادیم مقصود پیرامون این آیه شریفه و به اینجا رسیدیم که برخلاف اون چرا که در ذهن عوام از جامعه ما متاسفانه وجود دارد، مسئله عقد موقت صرفاً به یک موضوع و عنوان منحصر نمی شود و اونم این باشه که کسی بخواد همسر خودش رو اذیت بکنه و از او بخواد باج بگیره به قول معروف و با گفتن این جمله که من هوویی به سرت میارم و
خدا و رسولش این کار رو آزاد کردن، من برم یک کسی رو مثلا عقد موقت بکنم و عرض به حضورتون که بخواد او رو به نحوی عرض به خدمتتون که در یک تنگنا و بنبستی قرار بده. اولا گفتیم که این کار جایز نیست، ثانیاً گفتیم که برخلاف اونچه که در اذهان هست، مسئله عقد موقت صرفاً به خاطر تنوع طلبی بعضی از مردان نیست، بلکه کاربردهای مختلفی دارد که اگر خانومها و آقایون نسبت به این قضیه، یعنی مسئله عقد موقت، اطلاعات کافی و وافی داشته باشند، نحوه قضاوت اونها نسبت به این حکم اسلامی و سنت نبوی به طور کل عوض خواهد شد. این جلسه بنا هست که انشاءالله کاربردهای عقد موقت رو بیان بکنیم. بگیم که ما وقتی گفتیم ازدواج بر دو نوعه، یکی عقد دائم و یکی عقد موقت، خب ازدواج دائم رو یه توضیحات مختصری پیرامونش دادیم، گفتیم که به چه صورته و چگونه هست، که بعد از عقد موقت این بحث که انشاءالله تمام شد، پیرامون ازدواج دائم هم تقریبا مبسوط صحبت خواهیم کرد که یک حواشی داره که به چه صورت ازدواج بکنیم، چه ازدواجی موفقه، چه ازدواجی ناموفقه، خواستگاری به چه صورت، مراحل مهر و مراحل عقد و مراحل تحقیق و اینها رو همه رو بیایم اونجا عنوان کنیم انشاءالله صحبت کنیم. در مورد ازدواج نوع دوم که ازدواج موقت بود، خب عرض کردیم جلسات گذشته تقریباً به طور تفصیل در این زمینه صحبت کردیم و گفتیم که بحث به اینجا رسید به همین موضوعی که الان عرض کردیم، یعنی کاربردهای عقد موقت در چیه، چرا ما از یه جاهایی از عقد دائم استفاده میکنیم برای ازدواج، یک جاهایی از عقد موقت استفاده میکنیم، و عقد موقت غیر از مسئله ازدواجی که اصطلاحاً مرسوم هست چه کاربردهای دیگری دارد. این خیلی مهمه. من کاربردها رو به عنوان نمونه چند تاییشو اینجا نوشتم خدمت شما عرض میکنم که ببینید ما چه کارهایی با عقد موقت میتوانیم انجام بدهیم برای سهولت کار، تسهیل در کار، اینکه مؤمنین در واقع به نحوی در یک بنبست ها و تنگناهای شرعی قرار نگیرن، مصداق همین آیه شریفه باشه که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. ببینید کاربردهای عقد موقت چیه، اون وقت نحوه قضاوت ما آیا در زمینه عقد موقت تغییر خواهد کرد یا نه، از این حکم اسلامی چه جاهایی می شود به نحو احسن استفاده کرد، یعنی در جایگاه خودش او را قرار داد و ازش استفاده کرد. مهمترین چیزی که برای عقد موقت در واقع استفاده میشه، خب یعنی کاربرد اصلیش هم همین هست، شقوق مختلف داره، ایجاد محرمیت هست. یه وقت محرمیت به ازدواج، ما وقتی که لغت ازدواج رو عرض میکنیم دوستان دقت داشته باشن، کسانی هم که از طریق نوار CD گوش میکنن یه وقت اینجا ابهام تو ذهنشون نیاد که وقتی ما لغت ازدواج رو میاریم یعنی مسئله عروسی است. مسئله اینه که دیگه زن و شوهر برن زیر سقف با هم دیگه زندگی بکنن، زن و شوهر بشن واقعا با هم دیگه. این ازدواج اینجور میاریم به جای واژه‌های دیگه میاریم که وقت بعضی واژه‌ها برای خانواده‌ها یه خود همچین تند نباشه. از واژه ازدواج حالا یه خود مثلا واژه ازدواج هم بگیم به خود مثلا بعضی جاها ممکنه که وقت ابهامی تو ذهن پیش بیاد بگیم واژه عروسی ازش استفاده بکنیم، واژه عروسی کردن. ایجاد محرمیت یه وقت برای عروسی کردنه که خب هم عقد دائم هم عقد موقت در این زمینه کارایی دارن و کاربرد دارن. یه وقت ایجاد محرمیت برای عروسی نیست، برای چیزایی است که ما حالا اونها رو خواهیم شمرد. از جمله این که ببینید از شماره به شماره شروع میکنیم میریم جلو، شما ببینید که چقدر مسئله جالب میشه. اول مثلا فرض کنید که 2 تا دوست میخوان در یک جایی قرار گرفتن که از این مسائل ما تو جامعه زیاد داریم. یه وقت 2 تا دوست مأموریت با هم میگیرن، در یه اداره‌ای هستن، خانواده‌هاشون بعد هم برن یه جا در یه شهرستانی، در جای دیگه، یا مثلا به واسطه نداشتن پول یه خونه رو بخرن، مثلا یه تیغه‌ای وسطش بکشن. مثال داریم میگیم، از این حرفا زیاد داریم.
زندگی بکنن با هم دیگه. او خانومی به همسری خودش گرفته، دوست دیگرش هم خانومی به همسری خودش گرفته، حالا فرزند دارن ندارن هرچی، با هم دیگه میخواد زندگی بکنن. یک جایی که نیاز به این دارن که مثلا خانوم‌های اینها به هم دیگه محرم باشه. میگه که اگر دو تا دوست بخوان با هم دیگه در یک جا زندگی بکنن، یا حالا زندگی هم نکنن، به هر نحوی بخوان خانواده هاشون به هم محرم باشن. البته این محرمیت میدونید حد و حدودی داره و خیلی انسان باید در این زمین ها دقت بکنه تا ناچارم نشه از این فرمول استفاده نکنه. واقعا میفرماید که در فقه ما میفرماید که اگر این مسئله که میگیم همه مراجع متفقن و اگر جایش اختلافی باشه، من عرض میکنم خدمت بیان میشه که اگر یکی از این دو خانواده دختری داشته باشه، دختر بچه کوچیک، مثلا دختر بچه 6 ماهه، 1 ماهه، 2 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، هرچی، غیر بالغ هرچی، میگه که اگه اومد دختر خودش رو به مدت 1 ساعت به مرد مثلا 2 تا دوست هستن، این دوست دختر خودش رو به اون دوست دیگه، مرد دیگر، 1 ساعت به عقد موقت او در میاره. خب 1 ساعت تموم میشه، این مدت فسخ میشه، در واقع حالا فسخ بگیم غلطه، بگیم مدت منقضی میشه، از بین میره. اون بچه نامحرمه، ولی بدون اینکه اینجا عروسی، که اون واژه رو اول توضیح دادیم که ما از عروسی برای چی استفاده میکنیم، بدون اینکه اینجا عروسی صورت گرفته باشه، این مادری که آمده دخترشو به عقد این دوست دیگر که این آقایی که دوست شوهرش هست در آورده، این فرد میشه مادرزن دوست شوهرش. وقتی شد مادرزن دوست شوهرش، مادرزن به داماد چیه؟ محرم میشه. ولی اینجا خیلی راحت این محرم میشه. حالا اینم اگر این دوستم اگر که مثلا عرض به خدمتتون این که دختردار شد، میتواند دخترش رو یه همچین فرمولی که گفتیم از همچین فرمولی استفاده کنه برای دوستش، یعنی هر دوتا خانوم هاشون میشن مادرزن یکدیگر، به همدیگه میشن محرم. این مشکلات نامحرم بودن و اینجا و اینا که بعضیام نامه مینویسن میگن آقا ما مثلا در یه جا هستیم نمیتونیم مثلا هی بریم بیایم زیاد اینجا مثلا چادر سرمون کنیم یا رومون رو کیپ بگیریم فلان، نه، این مشکل به این صورت حل شدنی است و از بین رفتنی است، مسئله ای نداره. حالا توجه بکنید که 2 تا برادر باشن، بخوان زن برادرها به هم محرم باشن. مثلا برادر بزرگتر هست پسری داره، برادر کوچکتر نامزدی داره، هنوز ازدواج نکرده. برادر بزرگتر میاد به این نامزد که مثلا رفتن میخوان خواستگاری میخوان ایشونو بگیرن، قبل از اینکه این خانوم رو این برادر کوچکتر مثلا برس صیغه محرمیت بخونه، یا یکی از 2 برادر حالا کوچکتر و بزرگتر، اون برادری که ازدواج نکرده رو داریم میگیم، قبل از اینکه صیغه محرمیت بخونه، اگر این خانوم رو به این نامزد این برادر رو به مدت 1 ساعت به عقد پسر بچه برادر دیگر در بیاورن، برادری که زودتر ازدواج کرده، به مدت 1 ساعت به عقد موقت او در بیاورن، اینجا چه اتفاقی میفته؟ این وقتی که 1 ساعت عقد شد، این دختر خانمی که نامزد این برادر هست، بعد از 1 ساعت این فصل منقضی میشه دیگه، عقد باطل میشه دیگه، یعنی عقد موقت دیگه، بعد 1 ساعت ابه میره. اما این دختر خانم که هنوز به عقد برادر دیگر در نیامده، میشه عروس اون برادر بزرگتر یا اون برادری که زودتر ازدواج کرده. این زن برادر در واقع زن برادر آینده به اون برادر چی میشه؟ محرم میشه، چون میشه عروسش، برای همیشه محرم. نه عروسی هم لازمه صورت بگیره، نه هیچ، 1 ساعت عقد موقت. ببینید حالا چقدر عقد موقت کارایی داره. بله ممکنه کسی بگه که آقا مثلا اینجا خب عقد دائم هم میتونیم بکنیم. عقد دائم یک شرایط بسیار مشکلی داره. عقد دائم باید ثبت بشود، 6 ثبت بشه، حتما طلاقش ثبت بشه، برای طلاقش 2 شاهد عادل میخواد و مکافات داره. بعد وقتی عقد شد بعد دوباره بعد عقد بیارن طلاق بگیرن، طلاقش ثبت بشه، 2 تا شاهد بیارن فلان. این عقد موقت خیلی ساده است، 1 ساعت عقد میکنن، محرمیت ایجاد میشه و تموم میشه. محرمیت هم برای همیشه است. اگر
دو تا برادر باشن حتی بعد از ازدواج باشه، یعنی دو تا ازدواج کرده باشن. سوال میشه آیا راه حلی هست که این زن برادران در یه موقعیتی قرار گرفتن، مثلا موقعیت ناجوری از نظر مالی قرار گرفتن، یک ملکی دارن، دوتایی مجبورن اونجا بنشینن فلان اینا، بروبیاشون زیاده، خب این زن برادران نامحرمن و هم به برادرها دیگه، به برادرای دیگر نامحرمن دیگه. میگه آقا این دوتا زن برادر هر دوتا برادرها ازدواج کردن، الان میتونن محرم بشن به هم دیگه. اینم باز راه حلی داره. گیرم حالا من بخوام اینا رو دونه دونه راه حلشو بگم به چه صورت، اینا رو دوستان میتونن مراجعه کنن بپرسن، ما راه حل رو بهشون میگیم به چه صورت، خواستن برن عمل کنن، نخواستن که هیچ. اینم راه حل داره. اینم از طریق عقد موقت راه حل داره. با همین عقدهای 1 ساعته و یک زمان کوتاه میشود این کار رو انجام داد. این یک. دوم، عموما تو تلویزیون شما دیدید یه سریالایی پخش میکنه. الان تلویزیون ما متاسفانه موقعیتی پیدا کرده که یه وقتایی برای اینکه در مستمعینش و مخاطبین خودش در دام ماهواره ها قرار نگیرند، میره یه فیلمایی میسازه، سریالایی میسازه که عرض به خدمتتون که عوض این که ما تو دام مثلا مردم مستمعین تو دام اون ماهواره ها قرار نگیرن، خودشون تو دام این سریال قرار میگیرن. اصلا خود این فیلم و سریال همچین نمیخوام بگم حالا مثل اون فیلم ماهواره ایست و هرچی فلان اینا، ابتذال اون رو مثلا نداره، به نوعی دیگر انحرافاتی داره و چیزهایی یاد مردم میده که باعث تخریب در خانواده ها هست. حالا اینو کاری نداریم. یه وقتی من دیدم تو همین سریال ها و تو این فیلم های تلویزیون نشون میده که یک خانواده، حالا مثلا نشون میدادن میخواد یک فیلم دفاع مقدس بسازن. ببینید چقدر طرف بد سلیقه است. فیلم دفاع برای دفاع مقدس هم میخواد فیلم بسازه، یا به نوعی میخواد یه فیلم مثلا مذهبی بسازه و اینا. میره و نشون میده بعد چند سال که خانواده اومدن و صحنه‌های جنگ رو نشون میده و تموم میشه فلان اینا، میگه آقا این پسر که بزرگ شده، میگه بله پدر شما در جبهه شهید شده بود، شما پدرت با من بوده شهید شده، من تو جبهه، شما اومدم توی مثلا مادرت هم تو بمباران کجا شهید شده بود، شما رو من برداشتم آوردم تو این خونه بزرگت کردم. بعد خودش هم دختر بزرگ تو خونه داره فلان داره. اینا رو داره برای مستمعین داره نشون میده. متاسفانه و مستمعین چه فکر و خیالی میکنه؟ پسر بزرگ که به هم به خانوم این خونه نامحرمه، هم به دخترای این خونه نامحرمه. و این چه تبلیغی است؟ برای چی ما داریم اصلا تبلیغ میکنیم؟ حالا ما میخوایم اتفاقا همینو بگیم آقا اگر حالا کسی واقعا توی زلزله ای، در یه بمبارانی، در جنگی اتفاق افتاد، یه خانواده ای پدر و مادر کشته شدن، بچه ای اون وسط موند، این بچه مثلا فرض کنیم دختری هم بود، عرض به حضورتون که آوردن میخوان یه خانواده هم میخواد اینو بگیره بزرگش بکنه این دختر رو. خب این دختر الان بیاد تو خونه مشکل نداره این دختر، اما وقتی به سن بلوغ رسید به اول کسی که نامحرم میشه کیه؟ به پدر خانواده است. مشکلات از اونجا شروع میشه. اینو یا باید بیاد وقتی که آوردنش تو خانواده، یا باید بیادش عرض به خدمتتون این که به پدر این خانواده که این دختر بچه رو آوردن، شیرخوار هرچی هست، چند سالش هست، به پدر این خانواده، به عقد این پدر درن، مثلا بگن آقا ما ایشون رو عقدش کردیم، مثلا 10 ساله عقدش کردیم، یا باید ناچارن این کار انجام بدن، به عقد موقت در بیارن. این بچه هم که نمیدونه که بچه کوچیک تا بزرگ بشه، اونا سن ازدواجش که رسید، به سن ازدواج که رسید، از سن ازدواج دیگه اون موقع این میاد مدت عقدش رو میبخشه، یا منقضی شده، یا اگر هنوز ادامه داره خواستگار برای این خواست ازدواج بکنه، این باید قبلش مدت عقد رو میبخشه. و چون عروسی هم صورت نگرفته، عرض به خدمتتون که لازم نیستش که این عده‌ای نگه داره این دختر بچه. این دختر بچه بلافاصله میتوانه وقتی مدت عقد منقضی شد، میتوانه بره با خواستگار خودش ازدواج بکنه. از زمانی هم که ازدواج کرد دیگه باز به این پدری که به قول معروف پدری در حق این کرده، ولی در واقع پدر اون نبوده، یک انسان غریبه بوده و یک انسانی بوده خواسته این بچه تو خانواده خوش بزرگ کنه، به این میشه چی دوباره؟ به این میشه نامحرم. درست؟ این یه راهش. یه راه دیگه‌ش هم اینه که یا این دختر بچه
یا هر کسی که بچه دار نمیشه میره پرورشگاه، از پرورشگاه یک دختر بچه رو میاره تو خونه. اول میره میبینه، تحقیق میکنه که این دختر بچه مال خانواده اصیلی بوده، هرچی برش میده میره تو خانواده. میخواد بچه نداره، بچه دارم نمیشه اصلا. بالاخره این بچه‌هایی هم که یتیم هستن تو این پرورشگاه هستن، به هر حال خداوند آیات یتیمی رو که در قرآن نازل فرموده بر قلب مقدس پیامبر برای اینا بالاخره بیان کرده دیگه. برای من و شما که پدر و مادر اینا داریم که بیان نفرموده، که احترام به اینا گفته بذارن دیگه. بالاخره این خانواده‌ای که بچه دار نمیشن، خب به هر حال خداوند اینا رو مقرر کرده یکی از اینا رو بگیریم به فرزند خواندگی، همون کاری که پیغمبر کرد شما هم بکنید، برید بیارید این بچه رو بزرگش بکنید. این میره از پرورشگاه یک دختر بچه میگیره میاره. این دختر بچه رو اگه بگیره بیاره، اگر این رو به عقد، یعنی بچه اولش رو عرض کردیم که راه اولش چی، راه دومش هم اگه بخوان برای همیشه محرم بشوند به این صورته که این دختر بچه رو بیارن، بنده میخوام این دختر بچه رو پرورشگاه بیارم، پدر من هم زنده است، میرم این دختر بچه رو میارم، به عقد پدر خودم 1 ساعت این بچه رو در میارم، 1 ساعت عقد موقت 1 ساعت در میارم. وقتی در آوردم بدون اینکه عروسی صورت بگیره، اصلا بچه شیرخوار هست فلان هست، بدون اینکه عروسی بکنم فلان بکنم، فقط عقد موقت من 1 ساعت عقد کردم. پدر بزرگ بنده، پدر بنده شد همسر این خانوم، حالا اگرچه شیرخوارم باشه هر چی باشه فرق نمیکنه، 1 ساعت منقضی شد، تمام شد. وقتی تمام شد این خانوم، یعنی این دختر بچه، از حالا به بعد نقشش شروع میشه. نقش این دختر بچه تو خانواده چیه؟ میشه زنبابا. زنبابا به بنده میشه محرم، به برادرای منم میشه محرم، به فرزندان منم میشه محرم، به نوه های منم میشه محرم تا ابد. این با 1 ساعت عقد موقت این کار صورت گرفت. 1 ساعتش تموم شد، عقد موقتش کردیم، میبرم به خانوم خودم، میگم پدرتو بیار، به پدر خانوم خودم هم 1 ساعتم به عقد اون درش میارم. همین مسیری که اینجا طی شد دقیقاً در مورد پدر خانوم بنده هم همین اتفاق میفته. یعنی پدر خانوم بنده 1 ساعت اینو عقدش میکنه، میشه همسر این. 1 ساعت که منقضی شد، اون دختر خانوم دوباره میشه چی؟ زنبابای پدر خانوم بنده. زنبابای پدر خانوم بنده دوباره برادرای خانوم بنده به این دختر خانوم همه محرم میشن، فرزندانش خانوم بنده همه به این محرم میشن، نوه‌هاش محرم میشن، بگیر نتیجه ها نبیره ها همه. ببینید کاربرد عقد موقت تا کجاست. اینجا البته 2 تا از فقهای بزرگ، آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله تعالی و آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاتو، این 2 بزرگوار نظرشون اینه که دختر بچه باید به سن استمتاع رسیده باشه شما بتونی عقدش بکنی، یعنی شیرخوار نباشه، سنی باشه که بتونن باهاش عروسی کرد، این کار رو انجام بدی 1 ساعت. اگر نه صیغه عقدت باید زمانی باشه که به استمتاع این بچه برخورد بکنه. یعنی مثلا اگر شیرخواره 10 ساله براش بخونی که بلوغش مقداری بگذره از این بچه. بعد میفرماید که اگر دختر بچه بود خواستی این کار انجام بدی، میفرماید که باید حتما مدت بقیه عقد رو اون وقت میبخشی شما. وقتی که 10 سال عقدش کردی، نه 1 ساعته، جوری عقد کنی 10 ساله، 9 ساله، 8 ساله که از زمان بلوغ این دختر بچه بگذره. وقتی این کار کردی، میفرماید که عقد که تموم شد، این محرم شدن، شما میگه آقا من مثلا نزدیک به 10 سال عقد خوندم، مثلا عقد موقت کردم، همین الان این 10 سال رو بخشیدم. وقتی که شما مدت عقد رو ببخشی، محرمیت سر جای خودش باقیه، یعنی اون خانم اون فرمولی که گفتیم طی میکنه اون دختر بچه. دیدم این که این بقیه مدت شما بخشیدی، که این فتوای احتیاطی این 2 بزرگوار هم اینجا درست عذاب در بیاد، جور عذاب در بیاد، در واقع مشکلی ایجاد نکن. حالا
اگر به جای دختر بچه پسر بچه بود مسیر دیگری رو طی میکنه و اونجا اون وقت فرمولش فرق میکنه که باید مراجعه کرد، باید به فقیه مراجعه کرد. ما داریم نمونه ها رو میگیم، اگه وارد پسر بچه‌ش هم میتونیم توضیح بدیم و وارد اون قضیه هم بشیم، لکن زمانمون گرفته میشه، ما باید حالا توضیح بدیم بریم جلو، موارد دیگه هم داریم. این هم یک مورد دیگر. سومین کارایی عقد موقت در جایی است که دو تا دختر و پسر میخوان ازدواج کنن. اینا قبل از ازدواج، حالا ما در بحث ازدواج دائم خواهیم گفت، تحقیقاتی کردن، مفصل تحقیقات کردن، رفتن به این نتیجه رسیدن، گیرم میگن که آقا جون مخصوصا ممکنه وقت دخترمو پسرمو، دختر دایی پسر دایی، دختر خاله پسر خاله باشن یا غریبه باشن. الان الحمدلله یه چیزای خوبی اومده در تکنولوژی جدید، آزمایشگاه میگن آزمایش خون بدن ببینن اینا مشکلی پیش نیاد که بچهای عقب مونده خوبه تعدادشون کاهش پیدا کنه، واقعا انقدر زیاد نباشن اینا مشکل ایجاد میکنن تو جامعه. اینو تشخیص میدن. خیلی خوب، خیلی خوب. میگه آقا اینجا چیکار کنیم؟ میگه آقا برین آزمایش بکنیم. خب این دوتا میخوان آزمایش بدن، آزمایش خون بدن، با هم برن، با هم بیان صحبت میخوان بکنن. اینجا از عقد دائم که نمیشه استفاده کرد، یعنی همون فرمول طلاق و شاهد عادل و فلان. میگه آقا چیکار کنیم؟ میگه 2 ماه 3 ماه اینا رو عقد موقت میکنیم. شما 2 ماه 3 ماه عقد موقت میکنه، اینا برن همه کارهاشون رو انجام بدن بیان، نیاز به سری آزمایش‌ها دارن انجام بدن. بعد یه وقت خدای نکرده تو این 2 ماه 3 ماه یه وقت برای یکی از این دوتا حادثه پیش اومد، مثلا برای پسر یا دختر معلولیتی پیش اومد، نابینایی پیش اومد، عضوی از اعضایش از دست رفت، دختر یا پسر هر کدوم که مثلا پیش اومد، دیگری میگه من نمیخوام با این زندگی کنم. اگه عقد موقت باشه بقیه عقدو میبخشن زمان عقدو، دختر آزاد میشه، پسرم آزاد میشه، تموم شد. حالا اگه عقد دائم باشه چقدر مشکلات داره. اینم یک. چهارم، یک صلواتی بفرستید تا این عرض کنیم. چهارم که در شماره 2 هم من توضیح دادم، این مطلب هست که دختری رو از پرورشگاه، دختر بچه‌ای رو میاری شما، این دختر بچه در وجه اول گفتیم عقد موقت میکنه پدر خانواده که بهش محرم باشه، تا زمانی که این دختر شوهر میخواد بکنه باید بقیه مدت عقد رو ببخشه، به اون نامحرم بشه تا او بتونه بره شوهر کنه. حالا دقت بکنید، وقتی که این دختر بچه نامحرم شد دوباره به این کسی که در حقش پدری کرده ولی پدر واقعی اون نیست، میره شوهر میکنه. اگر این خانوم رفت شوهر کرد دختر دار شد، دوباره همون فرمول جلوی پاش، یعنی دخترشو میاره به عقد این عرض به خدمتتون که مرد در میاره، دوباره همون مسیر رو طی میکنه میاد جلو و میشه محرم همیشگی این آقا میشه که تو خونه این آقا بزرگ شده تا ابد، که تا وقتی که زنده هستش. این هم چهارم که همون تکرار 2 یه تیکه‌ای داشت که تکملش عرض کردیم. پنجم، در جایی که عقد موقت به کار میرود معالجه اطباس، البته برای خانوم هایی که همسر نداشته باشند و نیاز باشه که پزشکی متعهد و متدین بدن اونها رو لمس بکنه بدون پوشش برای یک مسائلی و دکتر زن و طبیب زن هم نباشه، در اینجا میتوان از عقد موقت استفاده کرد. هیچ گونه عروسی چیزی هم که نمیخواد صورت بگیره، دکتر او رو 1 ساعت 2 ساعت به اندازه‌ای که میخواد معاینه کنه و یا عمل جراحی چیزی انجام بده، او رو به عقد موقت خودش در میاره، اون محرم میشه، او طبابتش رو میکنه، او هم از اینجا بقیه مسئله زندگی خودش رو میپیمایه میره بدون اینکه ازدواجی صورت گرفته باشه، طلاقی صورت گرفته باشه و قص الهاز. شماره چند شد تا اینجا؟ شماره 5 شد. یک صلواتی بفرستید تا شماره 6 رو عرض کنم. در شماره 6 ببینید یه خانومی شوهرش مرده، درست؟ یا به اعتیاد دچار شده
از نوعی که برگشتم دیگه نداره که متاسفانه تو جامعه خیلی زیاده این مطلب. خدا کنه که دستاندرکاران ما چند جلسه کاری برای این قضیه بذارن و فکری به حال این مطلب بکنن انشاءالله. پس یا شوهرش مرده یا شوهرش دچار اعتیاد از نوعی که برگشتم دیگه نداره شده، یا به نحو دیگری این شوهر طلاق گرفته رفته اصلا همسر اختیار کرده. مثال داریم از ببینید، حالا به هر نحو دیگری، خلاصه دیگه بازگشتی به سمت این خانم دیگه نداره، طلاق گرفته رفته. این خانم فرزندی داره یا فرزندانی داره. خوب توجه بکنید، یکی از مشکلات ما تو جامعه همین قضیه است. خانومی که شوهرش رو از دست میده، انقدر جامعه ما در این زمینه ظرفیتش کمه. وقتی میگیم جامعه در و دیوار نیست، جامعه مردمانش هستن. انقدر ظرفیت این مردمان کم هست، خانومی که شوهرش رو از دست میده یا شوهرش طلاق میگیره یا به اعتیاد به چیزهای دیگه، فسادهای دیگه دچار میشه، دیگه نمیتونه به هر حال با اون زندگی کنه، مطلقه میشه بیوه در یک موقعیت خاص. تو جامعه ما متاسفانه این اگر خواست بیاد ازدواج بکنه با یه آقای ازدواج کنه چون بچه داره، اگه بخواد با یه مردی ازدواج بکنه 100%، حالا 1% شما بذارین کنار، 5% هم بذارین کنار، بگو 5% هم منها کنین، 95% این گونه است که هیچ مردی نمیتواند کار پدر رو برای فرزند یا فرزندان این خانم انجام بده. فرزندان این خانم هم هیچ مردی را به جای پدر خودشون نمیتوانند تو این خانه قبول بکنن و لذا ناسازگاری به وجود میاد. برید آمارها رو ببینید، بعضی از دخترهای فراری و پسرهای فراری تو خانواده‌هایی بودن که ناپدری آمده تو اون خانواده، به خاطر ناسازگاری ها دختر از اون خونه فرار کرده، گرفتار چه مسائلی شده بمانه. پسر فرار کرده، گرفتار چه مسائلی شده بمانه. مادرم نمیدونه اینجا چی کار بکنه، شوهر نکنه. یک، ببینید خداوند اینجور خلق کرده و من آیاتهی ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة. شوهر نکنه. بله اینا بهش همش کنن هنوز سال شوهرش نشد رفت شوهر کرد، عجب ور پریده این. تو راحت تو خونه پاد درازه داری سریالای تلویزیون نگاه میکنی و عیشتو میکنی، کیفتو میکنی، مسافرتتو میری، این طرف میری اون طرف میری. این شوهرش مرده، بچه‌اش روی بالا سر نداره، یک کسی رو نداره که یه جایی میخواد حضور پیدا بکنه، او باید بره حضور پیدا کنه، یک مرد باشه حرفشو بزنه. قرآن و خدا اینجور خلق کرده که مکمل هم باید زن و شوهر باشن. نمیتونه زن بدون شوهر نمیتونه کار خودشو پیش ببره. ممکنه به زور بتونه یه سری کارهای پیش ببره، در همه کارها اینجور موفق نیست. بعدم مسائل دیگر روحی روانی داره. بعد از همه مهمتر دفع غرایز هست. آخه من نمیدونم ما چجوری تو جامعه فکر میکنیم. میگیم چگونه دفع غرایز بکنن این جوانها، این دخترها، این پسرها. بله آقا برن نمیدونم فلان چیزو بگیرن بخورن، دفع غرایز میشه. کافور بریزین تو غذاهاشون، دفع غرایز میشه. خب چقدر کافور بریزین تو غذا؟ خب بو کافور میگیرن یارو که. آخه اینا حرف شد. این میشه مسئله شد ازدواج برای این جوانها، ازدواج برای خانومی که همسر خوش از دست میده، به نحوی تو جامعه بدون همسر مونده، این برای این میشه ازدواج میشه. رژیم غذایی فلان بده، روزه بگیرید آقا، روزه بگیرید، دفع غرایز کن. چقدر روزه بگیره؟ اینا یک مشکلاتی است تو جامعه که ما دهنمون باز میکنیم بدون اینکه تفکر کنیم، یک مطلبی رو میگیم، بعد نتیجهش همینه که تو جامعه اسلامی داریم میبینیم. امروزه مانند نقل و نبات زناکار تو جامعه داریم، نقل و نبات، و هم دارن تو همین بازاری که من و شما حرکت میکنیم، دارن همدوش من و شما را میرن، تو مترو بغل دست من و شما ایستادن، تو تاکسی بغل دست من و شما سوارن. تو حرفشون هم اینه که بابا ول کن، بابا میخوای چه اینو بخونی چه نخونی، حالا اینم بگیم زن اون خانومی که ما میخوام باش ازدواج بکنیم فلان اینا همچین. اوه من صیغه نمیشم و بهت بگم همین جوری میخوای رابطه داریم با هم رابطه داریم، ولی من صیغه نمیشم، من عقدنم چی نمیگم. این حرفو نزن، مگه من آدمم
خرابیم همینجوری رابطه برقرار میکنم، مگه من آدم خرابیم بیام به عقد تو در لا اله الا الله؟ نتیجهش همین میشه. اینی که ما بیام از اون طرف بگیم برو هی روزه بگیر، برو نم فلان کن، برو نم چی بریزین، خب این که نمیشه که آقا که به زور که نمیشه جلوی یه چیزی گرفت. اینجا میفهمم که آقا یک زنی همچین اتفاقی براش افتاده، حالا بره سرش بذاره زمین بمیره. چرا ما برمیگردیم عوض اینکه خودمون بیایم بگیم آقا جون بریم یک کسی رو پیدا کنیم بگیریم ازدواج کنن زودتر؟ بالعکس مردی زنش مرده یا زنش طلاق گرفته رفته یا دچار انحرافاتی شده طلاق گرفته رفته، همون چیزی که برای مرد گفتیم برای زنم داریم میگیم. زنم اینجوری شده یا معتاد شده خدای نکرده رفته، مرده مونده با یه بچه 2 بچه تو خونه مونده، میخواد بره یک خانوم بگیره بیاره تو این خونه بشه همسرش، نامادری با این بچه ها نمیسازه. باز مردا بهتر با بچه ها کنار میان، زنها اصلا نمیتونن بچه ها رو قبول کنن. یعنی حتی من میخوام بگم شما 1% هم شما بزرگواری کنید منها کنید، من اون 1% هم منها نمی کنم. خیلی شذ و نداره پیدا بشه که زنی بیاد بچه های یک مردی رو قبول بکنه که به عنوان اینکه به اینها محبت بکنه مهربانی، خیلی کم پیدا میشن. کبریت احمر. اینجا همون مسائل پیش میاد، همون تبعات و عواقب، فرار از خانواده، به انحراف کشیدن، دنبال فساد رفتن، دنبال اعتیاد و مخدرات و اینا رفتن الی آخر. خب پس دقت کنید، زنی شوهر از دست داده با بچه‌ای داره، بچه‌ای داره. مردی زن از دست داده، بچه و بچه‌هایی داره. اینا عقد دائم اگه بخوام بکنن، یعنی ازدواج دائم اگه بخوام بکنن، زنه میاد تو این خونه، تو اومدی جای مادر ما رو بگیری، بابایی در بیاریم ازت. هنون نیامده خط نشون میکشی، به بابای هم چی میکنی؟ مشکوک میزنی بابا. خب چیکار؟ یعنی بابای قاچاقچی شده، قاچاق فروش شده، جنایت کرده، اسلحه آورده تو خونه، رفته مثلا یکی خانم با یه خانمی صحبت کرده که ببینم به هم میخونن، مشکوک میزه بابا پای کسی رو اینجا واز بکنی من میدونم با اون، یعنی میگه من میدونم با تو، ولی روش نمیشه به باباش اینجوری بگه، میگه من میدونم با اون. دختری مگه تو این خانواده باشه که هنوز هیچی نشه، اصلا بابا حرفی نزده، تو میخوای جای مادر وای گریه زاری میشه، محرم و دهه اول محرم میشه، میرسه به عاشورا، تو میخوای مادر برای ما بیاری، تو میخوای کن. چیکار بکنن اینجا؟ اسلام میگه بیان عقد موقت بکن. میگه شما این خانوم شوهر دست داده، این آقا همسر دست داده، لازم نیست تو بری به بچه‌هات بگی، اونم بره به بچه‌هاش بگی. بیا بریم با هم دیگه صحبت بکنیم، مثل این که 2 نفر میشینیم با هم دیگه خواستگاری هم تحقیقات بکنیم، به درد هم خوردین، به عقد موقت کن. هر مدت زمانی که خواستین با هم دیگه زندگی کنین، هر وقت هم خواستین منقضی میشه مدتتون، فسخش میکنین، تمام میشه، میرید دنبال کارتون. نه تو به معصیت میفتی نه او به معصیت میفته، نه تو به انحراف دچار میشی نه به او به انحراف دچار میشه، نه اینجا خانواده ها درگیر میشن، نامادری و ناپدری و فرار از خانواده و قصه خاص. حتی خیلی جالبه که من دیدم و من خودم هم گفتم به بعضی و این کار رو کردن کسانی که همسر از دست دادن یا زن یا شوهر از دست دادن، که فرزندان هم این مطلب رو فهمیدن اما حساسیتشون روی این قضیه بود که این تو خونه ما نه یا جای مادر یا جای پدر ما رو بگیره. اینا فهمیدن ولی رضایت دادن، میگن برو بیرون، شما همسر داشته باش، بیرون همسر داشته باش، اینجا پاشو تو این خونه لازم. میگه بسیار. این هم یه مورد. مورد هفتم، فردی یا افرادی هستن تو جامعه از آقایون براشون مأموریت‌های چند ماهه در خارج کشور، جاهای دیگه براشون پیش میاد، اینا که تو سازمان اطلاعات امنیت، اینا که تو وزارت خارجه و نمیتوانن با خانواده هاشون برن. این بچه‌هایی که تو وزارت اطلاعات اینا هستن، خب این بچه‌ها خیلی زحمت میشن، این خیلی مأموریت‌ها رو بدون خانواده باید برن. من سوال میکنم کسی که 6 ماه میره یه مأموریت، از زمانی که میره این مأموریت تا زمانی که برگرده، دیگه اون غریزه‌ای که خداوند در قرآن فرمود، در احادیث روایات فرمود، دیگه تو این دیگه کشته میشه، به میره دیگه. این آدم اینجوری نیست که نمیشه هم چیزی که یه همچین افرادی در بیرون خداوند براشون مقرر فرموده که اینها بتونن از مسئله عقد موقت استفاده کنن. خانومی توی کشوری هست، توی جایی هست،
که میتونه 6 ماه با این زندگی بکنه، بعد 6 ماه منقضی بکنه، مدتش فسخ بشه بره. این آقا هم همین کارو میتونه بکنه، میگه بس به وقت ما دائم نمیتونه این کار بکنه برای اینکه همسر داره. این هفتم. هشتم افرادی هستن که الان خیلی تو جامعه زیاده. مثلا من پیشنهاد نمی کنم کسی بره نمیدونم منشی خانوم بگیره بیاره بذاره بغل دستش فلان. یه وقت خیال نکنیم ما داریم تشویق به این کار میکنیم خدای نکرده، نه، این کار از بیخ غلطه. ولی ما میگیم آقا اگر حالا کسی در مسیری قرار گرفت، من صریح‌تر عرض میکنم، یه مثال میزنم بعد این مسیر رو تا آخرشو میریم. من میگم آقا اگه یه جوانی مثل شماها که دارید بحث و گوش میکنید معتقد نبود، رفته دنبال معصیت، افتاده تو خط معصیت، با این خانم ارتباط برقرار میکنه، با اون خانم، یا فلان خانم با این آقا با اون آقا، من به همه شما یک نصیحت میکنم، میگم بیاید اگر نمیتونیم، من و شما زورمون نمیرسه، نه اداره منکرات هستیم نه ستاد امر به معروف هستیم که بودجه های میلیاردی به ما بدن و ما بودجه ها رو معلوم نیست کجا میبریم اینا رو خرج بکنیم، هیچکدوم در جای خودش خرج نمیشود، یا وزارت ارشاد نیستیم یا نه سازمان تبلیغات اسلامی نیستیم که معلوم نیست تو این 30 سال چه کار کردن این بندهای خود. ما هنوز یک کتابت ایرانی قرآن کریم نداریم، باید بریم از اسمونتاها کتابت قرآن بیاریم بخونیم، جل الخالق نمیدونیم. من میگم ماها که اینا نیستیم، زورمون هم که نمیرسه، که بیایم به عنوان یک ناصح عمل کنیم، چیزی که مقام معظم رهبری مدظله العالی از ما خواسته. خدا آقا هر جا دیدید منکری رو بیایید یه کاری کنید از بین بره، معروفی رو امر بکنید، ناصح باشید، به عنوان ناصح عمل بکنیم. چیکار بکنیم؟ من میگم بیا به این جوونی که در مسیر فساد قرار گرفته بگو تو که میخوای این کار رو انجام بدی، یعنی رابطه داشته باشی، لااقل بیا از این طریق برو. از چه طریقی برو؟ بیا تو که میخوای با این خانم ارتباط داشته باشی، صحبت باش بکنی، بریم بیرون گشت و تفریح داشتون، بیا لااقل من برات یه عقدی میخونم، 6 ماه 4 ماه 10 ماه 15 ماه 2 سال 3 سال هر مدتی که هستی، لااقل تو گناه نکنی. اگر شما در جواب من بگی که آقا گناه کنم به ما چه نبود، اون میره تو جهنم، ده نشد. وقت اینو بهش نمیگن شیعه. شیعه از نظر علم اخلاق و از نظر علم عقاید و از نظر علم فقه به کسی میگن که دلش همچنان که برای خودش میسوزه برای برادر و خواهر دینی خودش هم همون مقدار دلش بسوزه. برای چیش دلش بسوزه؟ برای همونی که امیرالمومنین دلش میسوزه. من از شما سوال میکنم، امیرالمومنین علیه السلام در جنگ نهروان چرا از اول شمشیر رو نکشید اینا رو بکشه توشون؟ تو جنگ صفین چرا انقدر مطل کرد؟ تو جنگ جمل چرا انقدر با اینا بحث میکرد، صحبت میکرد با اینا عجیب و غریب؟ امام حسین روز عاشورا همینطور شد، همه اومدن اعتراض میکردن، حضرت همیشه میگه یه مقدار دیگه تأمل بفرمایید، من الان با اینا خود صحبت کنم تا اونجایی که میتوانیم از اینا رو هدایت کنیم. برای چی یا امیرالمومنین؟ حضرت میفرمود برای اینکه اینها به جهنم خدا دچار نشن، ما یک نفر رو از جهنم نجات بدیم، از آتش خدا نجات بدیم. شما آیات قرآن رو بخون ببینید انبیا هم چی میکنن، وقتی میان صحبت میکنن میگه انی لکم ناصح امین، ادامهشو بخونید میگه من از این میترسم شما در آتش خدا برید، به عذاب خدا گرفتار بشید، حتی یک نفر از این عذاب نجات پیدا بکنه. اون واقعه پیغمبر رو بخونید در تاریخ، میگه پیغمبر اومد یه جا، عرض به خدمتتون که یه نفر شمشیر کشید، حالا داستانش توی تاریخ آمده، داستانش حقیقیه ها نه بی خودی، میگه که شمشیر کشید و پیغمبر رو بکش، شمشیر رو کشید بزنه از پشت به رسول الله، گرفت به لای در شاخه‌های درخت گیر کرد، پیغمبر جست این فرد رو گرفت خوابوندش رو زمین، شمشیرش هم گرفت، گفت حالا تو میتونی منو بکشی؟ اون یارو گفت بکش منو. گفت نیامده ام که تو را بکشم، آمده ام تو را هدایت کنم یک نفر رو از جهنم نجات بدم. گفت پس چیکار میخوای الان بکنی؟ گفت میخوام تو بگی لا اله الا الله محمد رسول الله.
این فردم اینو گفت و اتفاقا نجات پیدا کرد، هم از آتش نجات پیدا کرد. شمشیرش هم حضرت بهش گفت شمشیرت هم بگیر برو، ما نعمت. چوپانی هم که حضرت میکرد دنبال گوسفنده میکرد. گوسفنده دیدی بعضی وقت سرشو میزن پایین، ده بودو با این دنبه چجوری میدوئن این حیونا. این چوپانایی که ما داریم تو شهر رو که حالا کم دیده میشه، عرض به خدمتتون این که به جاش اسباب بازی چینی داریم و اینا میدونن گوسفنده رو که میگیره میزنه با چوب. اینا میگه پیغمبر وقتی که گوسفنده رو میگرفت همشون که چرا انقدر میدوی خودتو خسته میکنی، من میخوام تو رو ببرم داخل گله که گرگ تو را ندرد. این حرف خیلی مسائل توشه ها، گرگ تو رو پارد نکنه. من پیغمبر رحمتم نیومدم تو رو بزنم، میخوام کاری آزاری بدرسونم. گوسفنده رو بغلش میندازش تو گله پیغمبر. ما میگم آقا به این جوونا شما برو آقا تو که داری این کارو میکنی، بیا لااقل بیا من یه صیغه عقدی برات بخونم در مسیر باش. تبعات این کار چیه؟ پیامدهاش چیه؟ مهمترین پیامدش اینه که در نظر این جوان قبح زنا شکسته نمیشود، قبح معصیت شکسته نمیشه. وقتی شما قبح یک عملی پیشت شکسته شد، عمل زشتی، دیگه هم چی میکنیم؟ بابا ما که آب از سرمون گذشته، چه یه وجب چه 10 وجب. اما هنوز قبح عمل شکسته نشده، بهت میگن آقا بیا نگاه نامشروع هم شما. نه بابا ما اهل این کارها نیستیم. ولی وقتی شکست دیگه میشکنه، هر جاشو که بگیرید برد کردید. یاد نمیخواد آقا صحبت کن توی ادارجات، با خانوم داره صحبت میکنه، هی میگه آقا چرا صحبت؟ ما کارمون ایجاد میکنه صحبت کنیم. خب یه صیغه محرمیتی بخون صحبت کن باشه. تو که نمیخوای ازدواج با این خانوم بکنی. اگه ازدواج واقعا میخوای باش بکنی برو عقدش کن، رسما دائم عقدش کن. اگر نمیخوای یه صیغه محرمیتی بخون لااقل صحبت بکنین، قبح عمل پیشتون شکسته نشه. هر رو برای شما معصیت ننویسن. یا جایی برای خارج از کشور خانومی رو مثلا برای آقایی رفته اونجا مأموریت داره، براش به عنوان منشی در نظر گرفتن شما باید با ایشون کار بکنی، حالا ممکن خارج از کشورم باشه. این مسیر مشخصه، بیا از این طریق استفاده کن، نذار کارت به معصیت بکشه. این هم یه مورد. مورد نهم، زنی در حبس، در زندان افتاده به هر دلیلی. هر زندانی هم خیال نکنین وقتی آدم خلافکاره ها، ما زندانیای بسیار تمام متشخص و با شخصیت متدین داریم تو زندانن، ولی به واسطه تصادف بیچاره اینجوری شده، به واسطه نداشتن مثلا پول مهریه بوده، به واسطه دیگه شکایت‌های دیگه بوده، افتاده تو زندان. زنی هم به همین مناسبت در حبس قرار بگیره. شما به من جواب بدین شوهرش در بیرون 5 سال، این خانم تو حبس 2 سال تو حبس، شوهرش بیرون چیکار کنه؟ اسلام راه جلو پاش گذاشته. نمیتونه بچه‌هاشو تو خونه، نمیتونه اگه بچه داشته باشه نمیتونه بره اونجا خانومی رو بیاره دائما بیاره بگن که آقا مثلا ما زنه تو زندان روحی خوشو از دست میده، بچه‌ها اینجا نامادری نمیتونن تحمل بکنن. میگه آقا برای اینکه تو به گناه نیفتی، تا زمانی که این خانم تو حبسه، هر مدتی که میخوای یه خانمی رو به عقد موقت خودت درار، اینجور در تماس و ارتباط باشین که به دامهای شیطانی دوچار نشین. این هم یه مورد. مورد دهم، زنی مجنون هست، زنی وسواس بسیار شدید داره. حالا من اینجا این جمله رو می‌خواستم بگم، گفتم تا من میگم وسواس یا فلان فلان و فلان، همه بلند میشن میگن آقا خانم ما وسواس داره. وسواس یک تعریفی داره ها. وسواسی کسیه که من از اینها سراغ دارم، چون در واقع مرکزیتی قرار داریم که رجوع میکنن با نامه مکاتبه شفاهی هر جور. میگه آقا من از در خونه که میرم تو، خانمم چی میکنه؟ جلو پاتو این روزنامه پاتو بذار رو اینجا. مثلا من میگم خانم بفهم یاد داشته دست به من نزن، مستقیم بیا برو توی دستشویی حمام، اول خودتو بشور فلان اینا. حوله ما استفاده نکنی، حوله نم چیزی، این حوله فقط مخصوص خودت، حولهشو بیان اونجا دوباره حوله رو میشونه. اصلا یک زندگی میگه فلانی چیلنگ میگیره تا تو تلفنو میشونه، تا تو تلفن. من نمیدونم تلفنو برای چی میشونه. این آدم متشخصی هم از این حرفو میزنه، میگه تا تو تلفن میشونه. اصلا میگه ما اصلا با این زیر سقف زندگی میکنیم، ولی اصلا زن و شوهر نیستیم.
زیر یک سقف هم داریم زندگی میکنیم. چه کار این مرد باید بکنه؟ زنی که مجنونه، مرد نمیخواد از دستش بده، بچه‌ای ازش داره میخواد باشه، همونجور با همون جنونش کنترلش میکنه، دارو بهش میده، میخوابه، خوابش رو زیاد میکنه، بیماری وسواس بسیار شدید داره، یا بیماری دیگه ای داره، مثلا بیماری هایی داره که این زن الان من سراغ دارم کسی رو که فقط این غذا میزنه میتونه ببلعه، همین، دست حرکت نداره، پا حرکت نداره، یک تیکه گوشت یا گوش هست، بچه هاش هم جلوشه. این اگه بره یه زن دیگه بگیری بیاره اینجا، هم بچه ها روحیشون از دست میره، هم زنه همونجا درجا سکته میکنه، از دنیا میره، عرض به خدمتتون که هم این زندگیش هم میپاچه. این طریقی است که شارع مشخص کرد تو میتونی از عقد موقت برای خودت استفاده بکنی. حالا به این اضافه بکنید زنی که تمکین هم نمیکنه، به هیچ عنوان تمکین، که این حالا جهاتش دیگه در فقه میریم، یا زنی که مثلا خانه رو ترک کرده به جهت گرفتن طلاق، دادگاه 2 سال دیگه بهشون وقت داده، اون زنی که نمیاد خونه، این مرد چیکار کنه تو این خونه؟ ول کرده رفته. حالا اینها و همه اینها و نمونه های دیگر، همه اینها از مصادیق عقد موقت، یعنی جایی که ما میتونیم از عقد موقت براش استفاده بکنیم. حالا در پایان این قسمت عرض میکنم اگر کسی برای هوای نفسش، مردی یعنی برای تنوع طلبی به دنبال این کار رفت، چنین کسی شما به بنده بگید از حکم الهی چیکار کرده؟ سوء استفاده کرده. اگرچه این سوء استفاده رو خداوند به عنوان حرام برای او در نظر نمیگیره و عقوبتش نمیکنه، اما برای اون مکروه داشته این کار رو و فرموده اگر این باعث بشه که گناهان دیگری صورت بگیره، خانوادت از هم بباچند، بچه‌هات به فساد گرفتار بشن، خانومت بیاد خدا و پیغمبر رو لعن بکنه به خاطر این کار، اون وقت این به گناه هم حتی منجر میشه و عقوبت هم خواهی داشت. اما صحبت سر اینه، ما این چند تا از این مصادیق عقد موقت رو گفتیم، نمونه هاشو گفتیم که میشه از عقد موقت استفاده کرد. اگه مردی آمد غیر از اینها رفت و تنوع طلبی روی نمیدونم هوای نفس، شهوات خودش این کار رو انجام داد، درسته که حرام نبوده انجام داده، اما اگه به حرام منجر شد عقوبتش میکنن و مکروه هم هست و او سوء استفاده از حکم الهی کرده. نه اینکه خود حکم عقد موقت ذاتاً چیز بدی باشه، نه اینکه عقد موقت حقوق خانوم ها رو ضایع بکنه و به نفع مردان باشه. اینجا یک سوال هم پیش میاد، پس اینو عرض میکنیم باید عقد موقت رو در جای خودش انسان ببینه و بدونه چه کاربردی داره. اگه در غیر جای خودش ببینه، بله به عنوان ضایع کننده حقوق نام زنها او رو میشناسه، به عنوان نام فلان میشناسه، به عنوان فلان میشناسه. اینا اشتباهاتی که خانوم ها و بعضی از آقایون مرتکب میشه. حالا اینجا این سوال پیش میاد که اگه خانومی هم دید شوهرش مجنون، بیماری فلان داره، بیماری فلان، آقا خانوم چی کار بکنه؟ میتونه بره عقد موقت کنه؟ خانوم میتوانه اول طلاق بگیرن، به پای این مرد و نیسه، بره ازدواج بکنه. چه ازدواج موقت چه دائم، اول طلاق بگیره. شما میگی که آقا پس چرا این کارو نمیکنن؟ من به شما جواب میدم خانوم ها صبورتر از مردان آفریده شدن، تحملشون بیشتره، در مسائل دفع غرائز هم تحملشون چندین برابر مردها هست. اینو خلقتاً این باهاشون هست، با مردها نیست ولی با زنها هست، ولی در اینها راهشون راه بازه برای اینها. میتوانن برن طلاق بگیرن، به پای این مرد نمیدونم دارای علتهای زیاد، دارای مریضی فلان، دارای وسواس شدید، دارای جنون صاحب نکنن، برن دنبال زندگیشون. اینو شارع براشون راه گذاشته. این مطلب هم که توضیح دادیم که چرا از عقد دائم در این جاها که برای عقد موقت گفتیم استفاده نکنیم. گفتیم عقد دائم مشکلاتی داره، حالا به بحثش خواهیم پرداخت که حتما چون زمان ندارد، زمانش تا آخر عمره، باید با طلاق فیصله پیدا بکنه و طلاق هم حتما 2 شاهد عادل میخواد یادداشت بکنی
و باید از همه مهمتر باید یک جای این طلاق ثبت بشه، یعنی کاغذ بنویسین ثبت بکن، یا تای شناسنامه طرف یا توی کاغذی ثبت بشه، 2 تا شاهدم زنده باشن که شهادت آقا این ما دیدیم این 2 تا طلاق گرفتن اهم، وگرنه این مشکلات دیگری داره که حالا به بحث ما نمیخوره. پس در پایان بحث عقد موقت، چون 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، داریم عرض میکنیم عقد موقت حکمی فساد انگیز و یا نعوذ بالله نستجیر بالله مترادف زنا نیست، نوع دوم ازدواج هست، ضد حقوق زنان یا به نفع مردان هم نیست، حکمی از احکام الله هست. اولا آن را خوب و آنچنان که هست بیان نکرده اند برای ماها، مطالعه این بحثا رو نشنیده بودیم. ثانیاً موارد کاربرد اون رو برای ما به خوبی تبیین نکرده اند، در نتیجه اکثریت جامعه بدون اطلاع و مطالعه کافی از این حکم الهی بدون هیچ دلیلی اون رو محکوم کرده و نفی میکنن. مردم یه دیگه اصلا گمش میکنن آخ این مرد رفته صیغه کرد، حالم به هم رفته عقد موقت کرده، حالم به هم براشی خب ازدواج کرده، جنایت مگه کرده طرف؟ گیرم با این مواردی که عرض کردیم. حال که ما موارد کاربردی اون رو فرا گرفتیم، بهتر هست که درباره عقد موقت و نحوه جا افتادن این مطلب در جامعه اسلامی بهتر فکر بکنیم و رو این قضیه خوب فکر بکنیم و انشالله فکرمون نتیجه داشته باشه، بتونیم به دیگران هم این فکر رو توسعه بدیم که آقا اینجورها که شما فکر میکنی خانوم نیست، اینجورها که آقا شما فکر میکنی نیست، برای خانواده های خودمون هم جا بیاندازیم این مطلب رو. در این رابطه البته صحبتی ما نداریم، لکن درباره ازدواج دائم در جلسات آینده شروع میکنیم انشالله. از مقدمه ازدواج دائم یک بحث خیلی جذاب و جالبی رو خواهیم داشت تا انشالله برسیم به جایی که تو بحث ازدواج دائم نتیجه عملی هم انشالله داشته باشه، جامعه ما با ازدواج‌های خوب انشالله رشد بیشتری پیدا بکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.